سلام، خیلی خوش اومدید. برعکس اومدیم امروز با کلش آف کلنز، ولی از 0 تا 100. یعنی اصلا گفتم که بیام کلش آف کلنز رو تا آخرش با هم دیگه بازی کنیم. من بچه ها یه دونه اکانت دارم، لولش هم 14 فعلا، تازه رفتم داخل 14 و گفتم که بیام یه سری 0 تا 100 از کلش آف کلنز بذارم که شما هم یه ذره یاد بگیرین دیگه. به هر حال با یاد میگیرین دیگه، هم یاد بگیرین، هم یه سری آموزشیه. همین که خودم هم دوست داشتم اصلا از اول سری رو شروع کنم. پس بریم سراغ ویدیو. خوش اومدید رئیس، بیایید شروع کنیم. حتما چند سالمونه؟ ما به 26 میزنیم، سن خودمون رو نمیزنیم. رئیس خوش اومدیم، ما منتظر شما بودیم. این دهکده جدید شماست. زندگی در اینجا عادی میشد اگر ای حرامزاده اومد. این دیگه باز هم یک انسان ضعیف دیگر. خفه شو بابا. خب گابلینا اومدن، اینو باید همینجا بکاری. نمیدم. من چرا بدم؟ اسفونی هم. خب آی گابلین ها حمله. آقا یه سوال دارم، گابلین مگه نباید به این چیزا حمله کنه؟ به سکه حمله کنه، پس چرا الان به این توپخانه حمله کرد؟ عجیبه. در سرزمین های جادویی ساختمان های خودشان رو ترمیم میکنن به طور جادویی. او مای گاد، همه چیز تعمیر شد. حالا بیایید به کمک جادوگران یک اردوی گابلین رو نابود. آقا این جادوگره که برای چنده؟ برای 4 این یا بازی نکردیم. آقا ببینم هنوز این کلکه رو میگی بزنیم که یه دونه بندازیم بعد 2 تا ویزارد به هم بخلا دیگه. نه میمونه. نه شنیده بودم چون که گفته بودن باگی برطرف شده. طلاها رو به غنیمت میبریم، صرف ساختمان ها و ارتقا کنید، بسازید و نبرد کنید. به همین سادگی. دوم شما رایگان پشما. رایگان بود اولین، پس رایگانش یادونه. قبلا 500 تا جم داشتیم، بعد 250 تا جم میموند برامون. هر طلا به اکسیر هم نیاز داریم. بله مطمئن نمیدم. من خسیسم، خساست به خرج میدم، نمیدم. حالی از اکسیر برای ساخت و ارتقاء ساختمان ها استفاده میشه. بیاید یه مخزن اسکیر طرز خوندن من اکسیر. یه ذره نسکافه بخوریم، یه ذره انرژی به بالا. نام بیا جایی هم برای ذخیره طلایمان بسازیم. یک مخزن طلا بسازید تا بتونید این همه چیزهای درخشان رو ذخیره. حتما اونو میذاشتمش این بر بهتر نبود؟ حالا دیگه نه نمیدیم. ما نمیدیم. آخ جون طلا، ما طلا رو خیلی دوست داریم. خفه شو بابا. چرا زدم رو؟ اوکی اینم به هم داد. بچه قبلا این چیز بود، 4 تا بود. بچه من این بیلبیلکی ماسماسکر رو بذارمش اینجا. خب بچه این 4 تا بود و کرکن سیاه، این پادگان سیاه چیز بود، 2 تا بود. پیرمون در میاده بابا. واسه رو من کمش کنم. همین است. حالا آن بربر را آزاد کنید. چشم. آن زمان چیزم تموم شده. اون زمانی که مثلا برای نیرو با صرف میکردیم دیگه نیست. خدا با اون گفت آخ شد طلا، چرا نمیاد حمله کنه به ما؟ What the fuck؟ والا چرا نمیاد حمله کنه؟ خب چه راحت.
عالی است. حمله کردن بهترین راه برای کسب غنیمت است. شما رو با چه نامی صدا کنیم؟ اسم خب میذاریم موز. البته واسه ببینم فارسی میشه گذاشت موز. فارسی گذاشتیم. با طلایی که از گابلینا میگیریم میتوانی هزینه ارتقا تالار را پرداخت کنی. خب الان این اول میخوای چیز بگیرم ها؟ خفه شو بابا. داشت به من رضا 2 سیکتیر. همین دقیقا میخواستم بگم. تالار شهر شما ارتقا دهید تا چیزای جایی باز شود. اگه طلایتون کم است نبرد کنید تا طلای بیشتر کسب کنید. بله خوش حتما. چند چالش مقدماتی برای شما داریم که باید از پسشان بر بیایید. چالش را انجام دهیم تا امتیاز کسب کنید. اوکی، جوایزم که اینجاست. امتیاز کافی کسب کنید تا جوایز رو باز کنید. حتما چالش های مقدماتی بیشتر رو با ارتقاء تالار شهر خود رو باز کنید. چه خوشگل شده این جان. خب از اینجا هم میتونیم ساختمون ها رو ارتقا بدیم. خب خوبه. یکی پیشنهادهای ساختمان رو از اینجا انتخاب و بلافاصله شروع ساختن. حتما ما با چی الان بذاریم؟ خب دیوار قاعدتا رایگانه. پشما ماجی قبلا 25 تا سکه میدادیم براش. البته خب موقع چیز بود دیگه. مثل اول بچه من اینا رو اینطوری چیم اینم راحت شده دیگه. دیوار رو چیم دیگه زارت اینجا که گوز نداره. اینم دیگه یه چیز ساختیم. خب دیگه چی بسازیم؟ پادگان رو ارتقاش بدیم. اینم ارتقاش بدیم. این دوتا رو ارتقا میدیم تا این دوتا رو ارتقا میدیم. واسه ببینم این چی بود؟ حملات چند نفره تک نفره چند نفره بریم. خب ترس هم که نداریم بریم. میزنمش حاجی. من میگم میزنمش. اینطور پخششون میکنیم بربرامونو. آقا با بزنیمشون آسونه زدن. البته اگر اینا خر بزنن یا برن اون توپ رو بزنن اوکی. آفرین ماشاءالله دارن خوب پیش میری. بابا این همه مردن. خدا شما چجوری بازی کردم من اکسیر رو میکنم است داده. آن بچه فکر کنم تازه فصل عوض شده. من نمیدونم مثلا خیلی وقت بود که داشت بازی نکرده بودم. فقط میدونم چی کار باید بکنم. خوبه بردیم. به جمع اون کسایی که اینجا مردن نپیوست. بریم. این بازسازیشو ولش کن. آمو ولو کن. اسم موز 2000 تا که نمیتونیم بگیم ولش کن. بابا اینو درستشون دیم. دلم بخواد بگم من نمیزم. جاینت هم میذاریم. اجتماعی اکتیمی. بله حتما با همون باشه. واسه ببینم من بذار اینا رو 10 تا آرچر 10 تا بربر. خب بریم. let's go. لازمه. خب آسونه نکنید. بربرا رو میندازیم اول بعد آرچرا رو میندازیم که دور بزنن. این ترفند برای اوایل بازی تا یه جای پیشرفت میده. تا یه جای خوبه. خب اونم اگر اردوگاهتون بالا باشه. خب بزنین فعلا بزنید که بزنید. بدوین وقت نیست. بدوین که وقت نیست. بدو وقت نیستش که میخوایم بریم. بدو بربرام به سانویچ مشمون بد شد. برو فکرم ریدیم. ایبی نداره سریع آرچر رو میبینم. خفه شد.
خب حداقل یه ذره اکسیر زیاد. بابا اینو بده، بابا اینو بده، من خسته شدم، خستم لام هستم، خستم کردی. خب 15 تا شد. 15 تا عالی. دیگه فکر کنم باید ببریم دیگه. داشت با 15 تا دیگه ببر، با 15 تا دیگه ببر، سیه دیگه با 15 تا ببر. نمیتونیم ببریم فکر کنم. آقا فکر کنم دیگه باید ببریم. نبریم من گریه میکنم. خب دو دفاعی نبود. فهمیدیم که بچه الان باید دفاعی ها رو اول زد، بعدش ها بریم سراغ بقیه مثلا. بهش حال میده آجی. خب زدیم برو. خب الان پولمون کامله. الان با مخزن رو ارتقا بدیم. مخزن طلا کوش شما داشتم مخزن کنم. دادا سریع آماده میشه. میتونیم دیگه وسایلی که بسازیم اینان که یکی دیگه بسازیم و این دوتا که من این حالا بعدا میسازم. بریم فعلا واسه ببینم. آها بچه ما الان بربر رو نمیذاریم. 3 تا از این کار رو در میاره. آخه گوگلی البته حالا این 3 تا میاریم بقیش. تموم شد بردیم. خیلی آسون. جاینت ها خدای خوبن مثلا برای اول بازی. اگر اردوگان رو ارتقا پیدا کنه یه دونه دیگه یعنی توان حال بعدی اوکی. بچه با همه داخل هر تانها همه چیزها رو با مکس کرد. هر چیزی که وجود داره میدونید، هر چیزی که وجود داره. خب اینجا هم اکسیر داد که نمیتونه استفاده کنیم باز ازش. خب اینا به یه دارن انتقاشون تموم میشه. حالا ما یه دستی بزنیم. اوه اوچی کشینم پر نمیتونم بزنم واجی. اینو خیلی قویه. بلش کن. این چطوری الان مثلا اون همه رو کشتی؟ میشه فقط به من یه توضیح ریز بهم بدین؟ داداش غیر منطقیه. میدونی غیر منطقیه اونقدر کشته باشی تو. اون یه دونه چیز نمیتونه اونقدر بکشه. شیر فهم شو. نمیتونه داداش یه دونه فقط سکه داخل تان. حالا دمت گرم سکه، دمت گرم ناموسن دمت گرم. خب این دوتا ارتقا داد. بازم ارتقاشو میدیم. این دوتا مهمه در حال موز. دوتا جمع دیگه بهم بده. دمت گرم. آقا بذار ماموریت های اینجا رو انجامش بدیم. چند تا قهرمان شده؟ 6 تا. عالی عالی آجی. 6 تا قهرمان. خدای شکر. این قهرمانه خیلی رو مخمه. این قهرمانه دلم میخواد بزنم کونش. ببخشید. خب بریم اینجا. اینو بده، اینو بده. چی داد؟ چکشی چی کار میکرد حاجی؟ لقمه دلچسبی که باعث میشه به یک سند. آها حاجی این خوبه. این خوبه. یعنی مثلا الان بجه 4 دقیقه 2 دقیقه است. این خوبه. این خوبه. خب یه دست دیگه بزنیم. پول باز به دست بیاریم. اینطوری. خب برو مرد با خدا. باریکلا باریکلا مرد با خدا. باریکلا.
عالی عالی، آفرین زدی. خوبه سادات، خوبست. تانحال تویم اچه تانحال تو. اینا رو قطع کنیم، یه جم بگیریم، پولمون هم یه ذره کم شده. حال زندگی سخته. زیبا سازی داریم انجام میدیم. عالی، بنازم. زیبا سازی. خدایا اینو خوب جم میدن دیگه. چند تا جم داد؟ من 5. بله خوبه دیگه. نزدیکا 300 تا جم داریم برای کارگر 2/3. چه نیاز داریم من رو؟ آره 500 تا جم. 500 تا جم آسونه آقا انجامش بده. 500 تا جم آسونه داره. خب اینم سریع ارتقا بده. آفرین. الان چند شد؟ 8500. اوکی الان بریم سراغ واسه نه. باز ارتقا دارن نه دیگه ندارن دیگه. پیرو میدن. الان باز من پول اینو جورش کنم. اول یه ذره پول جور کنیم و این که اون چیزم باید ارتقاشو بدیم دیگه. اونا هم اینطوری الان جایت ها دارن دمیج میخورن خب، ولی آرچرها دارن بد میزنن یورو. و الان جاینت جاینت الان داره همه دمیج ها رو به خودش میده. آرچرهایی که جون خیلی کمی دارن هیچی بهشون نمیخوره. بنازم. ولی البته سری بریم تانحال 7 که دراگون رو بازش کنیم. خب اینم تموم شد. خب بریم. ماشاءالله با این بازی ماشاءالله. بفک چه اسم خجالت ده که بفک. من یه دونه این بزنیم 15. بنازم. خب یه دونه 2000 تا میخواد. چند تا میخوای؟ 1000 تا میخوای؟ کوفته چه بموندی؟ 4000 تا سکه. خوبه. با سکه ها بیایم چیز بخریم. این درستش بذاریم اینجا. واسه ما وسایل کامل بذاریم. حالا کارش انجامش بده. چیا رو ارتقا بدیم الان؟ این دستگاه الکسیرور فعلا ارتقا بدیم. بریم بازی. بابا پول کم میده. نه این 5000 تا رو هستم. اینطوری میده زیرشون. یلی برو سراغش ببینم چیکار میکنی. برو 5000 تا و 3000 تا. عالی. بنازم. برو let's go. او برو ماشونا رو جمع کن. این جبل ماسم جمع کن داداش. چه اینا رو هیچی دست نزدی حرام زاده. دست بزن. ای آمنه قلب چه ربطی داشت؟ ایه بچه 1 ساله ایه نمیشی؟ مثلا عراقیه. احتمالا عراقی میشه. الان سگام پول ارتقا بده. این دوتام ارتقا. چقدر سکه میخواد؟ یه دونه همشون یه دونه بده.
دوتا میخواد باز نه دیگه خودشت نمیخواد دیگه 5000 با که مثلا میتونستم جور کنم 5000 تومن بره خب همین الان میتونستم مثلا بهش بدم خب 20 دقیقه زمان 20 دقیقه سیگه 20 دقیقه یه زدنی رو مخم آخه 20 دقیقه اصلا خود 20 دقیقه خجالت بکش خیلی من مرد نیست 2 دقیقه زمان اوه خب اینا رو بزنیم بعد بریم سراغ پول مانی چقدر مانی هم داره دمشیم این خمخور اندازی داره رو مخم میره سید ریدی قارت اکسیر آره برو بنازم تموم ریدی با این چیزی که چیدی دمت گرم آره ریدی خب مرسی که اینقدر خوب ریدی آها آفرین حالا اون 1000 تومن بگیر دمت گرم برو هی برو خب برو بزنشون ماشاءالله مرد ماشاءالله خب جینگل خب بزن دیگه بدو بزن چه فولی هم در آوردیم از این 15000 تا عالی خب اینا هم بزن قارت اکسیر هم گرفتیم 5 تا بهم از اینجا بده و اینکه اینا رو هنوز نبردیم این باز میخواد ببریم بالا ندی خدا شکر دیگه نمیخوادش اینا رو ما ببریم بالا الان واسه اینا یعنی الان کل اینا این چیه 5 تا دست ببرن اصلا صفحه مشخص خودم بعد 5 تا دست آورد مطالعه کنید مطالبه دیگه چه شروبریه یک توپ دیگر از فروشایی هنی من هر دو داشت 3 ارتقا بزرگ کنم بعد اینکه هیچی 3 تا داریم از این عیبی نداره خب الان 2 تا از اینا خب بده دیگه خب بده مشتی خب بریم یه اتک دیگه هم بزنیم سکه نداریم لام هستم همه اکسیر دارم بهمون میدن اکسیر نده نه بده کنی بزنشون ماشاءالله بزنشون ماشاءالله بیا وسط خب عالی ویرانگری سطح 1 ویرانگری بودش باید 3000 تا ساختمون میزدیم یادمه 3000 تا ساختمون
مردم 3000 لعنت به 3000 تا. نرو بیا باز پولش به چخ رفت. 100 تا تالار شهر رو نابود کن. اون بگم 3000 تا یا 1000 تا. دوتا تمام شد. اینم به هم داد. یه دونه دیگه بزن. آجی اینو تغییر کردن شکل و قیافشون ساختمون کرد تغییر بینازم. خب اینجا لیدر بود بچه لیگ. وای بچه لیگ خیلی رو مخه. این لیگا اصلا نکن. من بدم میاد از این نوع لیگا. نکن تو باید بازی کنی هی باید بازی کنی. اصلا خیلی رو مخمه این لیگ. اون لیگ قبل خیلی بهتر بود. لامصب اون لیگ رو برگردون. تو رو جون مادرتون لیگا رو برگردون. من اون لیگا دلم به اون لیگا میخواد. تانحال 7 داداش اینی تو سید اکانتش نمیشه دید مشخصات بازدید نظرین اکانتش. سید پول خرج کردی اصلا فکر کنم بازی نمی کنه. مکس تانحال 7 یعنی هیچی نمونده ببرتش بالا. دمت گرم داشت 38 چطوری لول 38 مکس من تانا 2 5م سید. خب دیگه چی رو ارتقا بدیم؟ اینو ارتقاش بدیم یا اینو باز با ارتقا بدیم؟ نه اینو ارتقاش 4000 پولو بکنم اینجا برداشت. نه اینجاست بریم یه ذره اتک بزنم. هرچی من جلومون باید بزنم. آها دمت گرم عالی. خب برو بزن. برو بیا قرش بده. آهنگ یه چیز دیگه بود. چرا یه چیز ساسی آوردم داخل این آهنگ. چقدر شد؟ عالی سفته. ببینین دروغاته. خب زدی ضربتی نوش کن. دیگه الماس بده. کل پولم به چوق رفت. نه بابا اینم سری بده ببرم بالا مثل کوالا برگن مثل باسا میشه برنامه. اینم میزن 10 تا که من برای این میدیم که سری تموم شه. الان مکسم وایسا ببینم. مکسم دیوارا مونده داداش. سه وای دیوارا 1000 تا بهش بدیم. وای من دیوار متنفرم بچه ها. میدونید دیوار من تنفر دارم. حالا میتونیم دیوار رو بذاریم کنار. نه بذار دیوار رو ارتقاش بدیم. گناه داریم بابا. چیز خوب بابا چرا اون ردش دام. البته خون پر انداز داره. این خوبه. اینم بزنیم. بزن بیا برو قرش بده. سه چی شد؟ بابا چرا فقط الان اکسیر داری میخوری؟ سکه بده بهم. سکه خور باشه. بده بیا برو قرش بده. الان یعنی کل پولا توی اینه. 2500 تو اینه. دمت گرم سید.
خدای خوب داره نگه میداره. نرو یارش بده. خب یه 4 تا دیوار دیگه ارتقاش بدیم. خب بچه‌ها ما تا همینجا تونستیم پیش بریم. انشالله قسمت بعدی ما اینجا رو یه ذره تمیزش میکنیم و مرتبش میکنیم، دیوارا رو کامل ارتقاش میدیم. تا ویدیوی بعدی فعلا سی